sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk, vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? دلاور احمق کجاست؟ کم آرام باش دوران. بیبی اگه تو ازش حمایت کنی باز لیاز تو رام نمیکنم. گفته باشم از دیروز سوال کم از زنگ میزنم، زنگم هم جواب نمیده. کجا بوده میتونه؟ همراه کیا ارتباط داره؟ و درباره او زیاد معلومات ندارم. یک آدم در نانوایی سرای کار میکنه، بیادرزاده دلاور است، نامش هم عمران است. یک بار از او بپرس. ساجد خان درباره مد امسال تو اینجا چی میکنی؟ هنوزم کینت برطرف نشده؟ هنوزم اینجا آمده میخوای من از کار اخراج کنم؟ ملکه شکر که ساجد خان میفهمم من چه قسم یک زن هستم. با این تومت و گپای ناقتو فریب نمیخوره. از اینجا گم شو. اسماعیل تو پیش خانسای برو من میبرم. حال درست شد؟ درست شد. زنده باشی خواهر. شما از عرف هستین؟ ما هم از عرف هستم. هاوین هاوین ای کی است؟ خانم سوم راشد خان است. زنده باشین ساجد خان. همگی به تومتای دوران باور کردن، ما شما نکردین و با ما کمک کردین. زنده باشین. میبخشی دخترم، نمیخوایم ازی بیشتر تو را دیگه شرمنده بسازم، اما دیگه اینجا کار نمیتونی. چرا؟ شما هم به گپای دوران باور کردین آقا؟ بیبی دخترم، من اینجا صدها کارمند دارم. اگه کدام بی‌نظمی ایجاد شود جلوش گرفتن نمیتونم. نصیحت من به توی است، از این قریه برو. وقتی آزاد آمد دوباره پس بیا. درست است دخترم؟ بفرمایین خواهر، چی کمک کردم میتونم؟ دلاور در داخل است، منتظر شما هست.
پول آوردی؟ تمام پولم همه قدر است. هرچی عاجل از اینجا گم شو نباید دوران تو را پیدا کنه. عمقه؟ ها؟ تو مرا طفل فکر کردی؟ بس زین بسته کردن خدا از فکر کرد. ما توی قسم معامله نکرده بودیم. ملکه هنوزم جایی نرفته، ده همین قریه است. کاری که خواستی انجام دادم. کاری که ازم خواستی با صداقت انجام دادم. ما با سادگی قانع نمیشم. میره فراموش نکو. فراموش نکو. فهمیدی گپ ما؟ فعلا چیز ندارم. این پول گرفته هرچی عاجل از اینجا گم شو. درست است. لیلا، تو اینجا چی میکنی؟ راستش خان صاحب، یک فرمایش دادم که خانه ببرم. شام چی دلت میشه که با فاطمه خاله بگویم پخته کنه؟ چیزی نمیخوایم. با قصر برو. مرا خواستین مادر کلان؟ در حق خانمت چی کدی؟ بودت نزن و پولای مادر من. میخوای همه گیری خبر بسازی؟ بابا 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 زهرا عامل است. طفل تو را در بطن خود پرورش میده. او بیچاره چی گناه کرده بود که او را به او حالت لط کرده بودی؟ تو چی وقت هوشیار میشی علی؟ این کارتا باز کو دیگه؟ فرار میکرد مادر کلان. بله فرار میکرد. میگفت از این قصر میرم، از کلتان نفرت دارم. همین گپا میگفت. مرا خوبانین حتی به شما رد بد میگفت مادر کلان. ما شنیدن او گپا عصبانی شدم. برش نصیحت کردم، گفتم اینجا خانه تو است، خانواده است، طفل ما در بطن توست. گفتم نواسه کرمانیا در بطن است، اما گوش نداد. مام دیگه تحمل نتونستم لطش کردم. اگه بار دیگه زهرا زبان بازی کرد فوراً به ما خبر میتی. بعد از این دیگه بالای خانمت دست بلند نمی کنی. فهمیده شد؟ درست است مادر کلان. او به غیرت پست کجاست؟ گفتم دلاور کجاست؟ نمیفهم خان صاحب، پیش من آمده. با گپت باور کنم؟ ها؟ اگه میفهمیدم میگفتم خان صاحب. در ضمن پدرش او را میپاله. نمیفهم کجا رفته. در داخل چی است؟ خان صاحب اونجا گدام است.
نه داخل کسی نیست خان صاحب. گوش کو چی میگم. اگه او کاکای احمقت دیدی برش بگو تا دوران تر از بین نبره آرام نمیگیره. همین قسم بگوی. فهمیدی؟ فهمیدم. یک بار دگان به خانش برو. شاید اونجا رفته باشه. دختر تو دیوانه شدی چی تو پیش میمانا چی میکردی بریم بگو. از زندگی خود سر آمدی؟ سبیه خواهر بیبی قربانت چه من همراهی آدم بوده نمیتونم باید فرار کنم. دیوانگی نکو. اگه فرار کنی راشد تو را از بین خود برد. اگه نروم هم از بین میرم. ملکه تو اینجا چی میکنی؟ این طرف بیا. صبر کردن نتونستم. من باید زهرا را ببینم. زینب میخوای یه گپه برات بگویم. حالا که در شفا خانه آمده طفلش سخت کردن میتونیم جانم؟ ملکه نمیتونم. زمان سخت کردن سپری شده. زهرا مجبور است طفل به دنیا بیاره. درست است آرام باش. درست است. زهرا چطور است؟ خدا را شکر حال خوب است. اما زخمایی که در بدن زهرا است نشان میده که از اینا نفتیده. اولا تو کوب شده اما از ما پنهان میکنه. منظورت نفهمیدم زینب. زهرا جان مادرت آمده. جدی میگین؟ دکتر خانم شماستین؟ چطور است؟ طفلش خوب است؟ او چیزی نشده؟ تشویش نکنین. مادر طفل هر دوشان خوب هستن. اما حالا باید زهرا را معاینه کنم. این کار کم تال میخوره. اگه خواسته باشین شما برین یک چیز بخورین. درست است. پس من میرم چای مینوشم. چی شده فاطمه؟ جواب بدی. علی در شفاخانه زخمی شده. حالا در اتاق عملیات است. خب بگوین زهرا را کی از اتاق بیرون کرد؟ او را شما قبلا دیده بودین؟ نه خیر مأمور پلیس، چون در چهرش ماسک بود اما قدش به همین اندازه بود. ملکه علی بچه مزده. ملکه تو چرا این کار کردی؟ چی شده زمرد؟ هیچ نپرس خان صاحب. علی را زخمی ساخته و فرار کرده. ملکه این کاره به خاطر فرار دادن زهرا کرده. شما پیش دروازه نبودین؟ ها؟ چطور از پیش چشمتان فرار کرد؟ ماسک پوشیده بود خان صاحب. گفت با معاینه میبرمش. او را درست نشناختیم. خانم زمرد تشویش نکنین. دوربینای امنیتی شفاخانه را بررسی کردیم. تصاویر دخول شخص مجرم ضبط شده اما بیرون شدنش وجود نداره. به احتمال زیاد در شفاخانه پنهان هستن. پیداشون میکنیم. شفا باشه. زنده باشه. او را پیدا کنه.
تو میفهمی اونا کجاستن؟ نمیفهمم. بیبی خانم دکتر، حالا ملکه یک مجرم است. اگر به او کمک کنی تو هم با مشکل گرفتار میشی. گفتم نمیفهمم آقا دوران. لازم مطمئن باش اگه میفهمیدم من به تو نمیگفتم. زینب درست است، نه ترس دخترم. حال از اینجا بیرون میشیم. درست است جان مادر. پنهان شو. خدایا منو ببخش. زهرا، حال از اینجا بیرون میشیم دخترم. درست است؟ بریم. صبر کنین کجا میرین؟ بچه در عملیات خانه است. صبر کنین. بیاین از این طرف که من شما رو ببرم. راه ایمنی از این طرف است. بفرمایید. بیاین آفرین. خانم از این طرف. بریم منو بگه طلب دخترم. زهرا، کس ما اینجا نمیشناسه. بیرون شده فرار میکنیم. زود باش. عجله کن. از این طرف. برو دختره، برو نترس. برو طرف برو. نمیرم بالا که چی گرم. کجا باشه؟ منزل چند دوستا، آتش سوزی دروغ بوده. گپ قابل ترس نه. خدا لعنتش کنه. پدر، شما مادرم شانه و قصر ببرید. رستم، پلیس هم و جستجویشان هستن. با زودی پیدا خواهد شدن. ما هم میپالیمشان. عجله کنین. بفرمایین مصطفی بیادر. از این طرف بفرمایین. خوش آمدین صف آوردین. ماشو چای داری؟ یک گلاس چای بیار. چطور نداریم بیادرها؟ امروز براتون بهترین چای آماده کردیم. بچه همه میره عطا به یاشر بیادرم لیمو علاوه کردیم. علا بچه همه تقسیم کن. علا زود شو. چای را یگان هستن. شاروال خدا فراموش نکنین. درست است؟ بیا ماما، گوشای تو مشنو. شنیدی کی چی گفت؟ درست است. تشویش نکن. من به زبان شما یک سخنرانی میکنم. بازو وقت کل چیزم میفهمی ماما. حال دیگه سخنرانی شاروال ما شروع میشه. خاموش بوده بعد قطع حرفای شاروال گوش کنیم. صبر کنین بیادرم. ولی از خدا جای نرین. فقط برق رفته پس می چند دقیقه بعد تلویزیون روشن میشه. چند دقیقه حوصله ندارین. در زندگی که حوصله نباشه زندگی نمیشه. ببینین که چی میگم. یک مصیبت بهتر از هزار نصیحت است. وقت شاروال شدن برقتان نمیره. خانه هایتان روشن میباشه. مهم نرفتن برق قلب ماست. اینجا باید روشن باشه. نفهمیدم قدر از کجا شد. خواستم یک چیز بگویم. ببخشید. بیا از طرف بریم. مادر کم تحمل کن دخترم. کم را مانده. حالا میرسه.
با آرامی از پیش رویشان تیر میشیم، درست است؟ مادر موردت گیر خواد که درست است. من هیچ غرض نیست که شما چی میگین. من میگم آوین چطور تانست از این خانه فرار کنه. شما متوجه هستین که چی میگه؟ آوین چطور میتونه از این خانه فرار کنه؟ ها؟ خودتان بگوین ما با چی دلیل شما را ماش میتم؟ ها؟ اون دختر فرار کده رفته، شما چی میکدین؟ پیش دروازه کی بود؟ برین افقا آوین صحیح و سالم پیش ما بیارین. او را به دستای خود از بین میبرم، گم شوین. در جای اصلی رسیدیم دخترم. حالا یک موتر میگیریم و از اینجا میریم، درست است؟ بیا 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 اینجا بشین دخترم، بیا بشین. مادر از گیر پلیس فرار کده نمیتونه. درست است دخترم، نترس. دخترم تو هم اینجا باش، تو هم اینجا باش. یک داریم. استاد کنین لطفاً. خدا را شکر که خوب هستی بچه. خوب است مادر جان، تشویش نکنین. کاملا خوب هستم. تو را کی زخمی ساخت علی؟ ما با عیادت زهرا داخل اتاقش رفتم. بعد از او مادرش در اتاق پنهان شده بود. از پشت پرده بیرون شد و همراهیم جنگ کرد. خواست مرا بزنه. دو وقت ما تحمل کردن نتونستم. مام همراه مادر زهرا درگیر شدم. زهرام چیغ زد که مادرم ایلا کو. زهرا مرا با قیچی زد. دعا میکنم که دستش بشکنه. چند دقیقه بعد پلیس به گرفتن اظهارات اینجا میآید. با پلیسا بگو مادر زهرا ملکه میخواست که تو را از بین ببره. تو خوب هستی دخترم؟ اما تو نیست؟ کم دگام صبر کو، باز همه چیز خوب میشه. اوف استاد کو بیا که بریم دخترم. بیا زهرا جان مادر به هوش بیاد. زهرا لطفاً صبر کنین. زهرا به هوش بیاد دخترم. چشمایت باز کن. نخیر نرو. به هوش بیاد زهرا. تو چرا بلند شدی؟ کمی نگام استراحت میکردی بچیم؟ نه خیر
من خوب هستم. راشد چرا نفر خود ازت؟ همو خانومه که دیروز اینجا آمده بود، خانوم سوم راشد خانه میگم. هاوین از پیشش فرار کرده. شما از عرف هستین، ما از عرف هستم. هاوین تازه عروسی کرده بودن. او دختر از بین میبره. آی خدایا قربان چاو مرا نشرمون چی میشه اگه نه پیشی مردم آبرو نمی داشته باشم. آی ده چشمم نگی. خدای بزرگ من به تو پناه میبرم قربان چاوم. یک کار کو که برق بیاید. ده قسم یک شب بایدی برق لعنتی میرفت. ما به خاطری کار بسیار زحمت کشیدیم. مرا پیش رقیبای نشرمون ازت خواهش میکنم، قسم میخورم هیچ کار غلط نمیکنم، دروغ نمیگم، مردم فریب نمیتم. خدای مرا فقط پیشنا نشرمون. خدا شکر. تلویزیون روشن کن، تلویزیون روشن کن. الا بیادر جان یک دقیقه صبر کنین. کجا میرین؟ قشیشتین منتظر برق بودین. این برق آمد حالا شروع میشه. بشینین. این برقا چقدر با موقع آمد سخنرانیم از به خدا بشنوین دیگه. سرچپه بازی میکنم، قسم میکنم دم فلایتان بازی میکنم. دلتان جمع باشه. سالونای عروسی را به جوانا رایگان میسازم تا براحتی عروسی بتانن. باید همگیتان لذت ببرید، خوش باشید. دزم بله شاروالتان نشد بچه همه. در بعض جاها زبانم بند شد. طرف تو سیل کردم، طرف خط سیل کردم نمیشه. از سر شروع میکنم. راستش چی بگویم؟ آی توبه کردم خدایا. گوش کن قرار نبود کنار قطع کنی. راستش قربان بچه همه خدا لعنتت کنه با این قسم کار. مرا شرماندی. راشد با جایی که شاروال شوی برو هنرمند شو. کبوت از خنده ضعف کنم. اما خنده نمک زندگی است. خداحافظ. تاره چی بگویم احمق؟ نگفتن که کوربقه تقلید ما را که زد در زمین خود اوگار کرد. میفهمی که کی است؟ فکر میکنم او بقم است. مگه فرار کنم بهتر است رفت. تو چرا کارت به خوبی انجام ندادی؟ چرا احمق مرا پیش نشرمنده ساختی؟ روزای زیادی پیش رو دارم. تحمل کن، راه کم مونده. درست است. زهرا تو اینجا بیشی دخترم. ما پس میرم. بیا جانم، بیا دخترم. درست است بشین. درست است دخترم. آرام باش. اینجا بسیار سرد است مادر. درست است. حال گرمی.
Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden bütün korkularım, gururum bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm, daha çok küçüğüm, bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden bir küçük iz bırakmak için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm, daha çok küçüğüm. اوف مادر جانم مادر بیدار شدی دخترم؟ مادر سرم بسیار درد دارم. تب داری به او خاطر. زهرا بیبی میفهمی چی میکنیم؟ تو همینجا استراحت کن. من رفته به زینب خواهرت خبر میدم تا آمده ما را کمک کنه. درست است دخترم؟ مادر نرین خواهش میکنم. اما باید برم دخترم. این قسم تب تو کم نمیشه میرم. پس مام همراهتان میایم. تو در این حالت رفته نمیتونی. وعده میدم که زود پس میایم. درست است یک دانه؟
خداحافظ جانم. بفرمایین. زینب. ملکه شما خوب هستی؟ خوب هستیم، تشویش نکن. علی گفته که دور زخمی ساختی. پلیس ها دوران ده همه جای شما را میپالن. ده جای پنهان شدیم، کسی نمیتونه ما را پیدا کنه. زینب، زهرا هیچ خوب نیست، تب شدید داره، نمیفهمم چی کنم. با کمکت ضرورت داریم، میشه پیش ما بیایی؟ درست است. میایم. شما در کجاستین؟ زهرا کجاست؟ نیافتینش؟ نیافتیمشان. تا صبح کل جای پالیده، اما از اونها هیچ درکی نیست. خدا میفهمه که او مار عروس ما را کجا برده پنهان کرده. پلیس همه جای بررسی میکنه، از آرمانی بیرون شده نمیتونن. امروز یا صبح دستگیر میشن. البته که دستگیر میشه دوران. بعد از او زهرا به این قصر رو او ماران به زندان میره. باز بالاخره میفهمه که دیگه خود امرای کرمانی ها نزنه. بعد از او دیگه تمام عمر خود پشت میله های زندان سپری خود کرد. لیلا با فاطمه بگو که زود صوبانه را آماده کنه. بعد از صوبانه پیش علی میریم. راستی با هدیه و قدیمان بگو که آماده باشن. مادر بسیار سرد است. خنک میخورم، این کار نکنه. دخترم تب داری، باید تبت پایان بیارم. درسته سارا؟ زهرا بلند شو، کس آمد. بلند شو. حالا دخترم بلند شو. اینجا پنهان شو. زینب. ملکه. زهرا کجاست؟ دخترم بیا زهرا جان. بخیز جان مادر. بیا زهرا جان. بیا دخترم. اینا را بر شما آوردیم ملکه. چطور هستی دخترم؟ خوب هستی؟ هیچ خوب نیستم خاله زینب. تبش بسیار شدید است. از دیروز تا حالا تب شدید داره. هر چی کردم خوب نشد. جایم رفتن نمیتونم، همینجا ماندیم، نمیفهمم چی کنم. اینجا خوب بسیار سرد است ملکه. تبش شدیدتر میشه. ننداز صبر کن. دوا آوردیم، باش برش بودم. زینب ما اینجا رفتن نمیتونیم، لطفا به ما کمک کن. بگه بخو جانم. چرا بلند شدین آقا؟ ما براتون صبحانه آماده کردیم. شما با زحمت شدین خواهر. زحمت چی؟ بیا در جان نوش جانتان. اعلام کنین اوزان میکنم. اعلام کنین لطفا. چی میکنین؟ حرکت کو احمق. گپ نزن. پیشو. اعلام کنین. چی میکنین؟ گفتم گپ نزن. پیشو حرکت کو. نمیخوایم اینجا باشم. زیاد جیغ نزن.
برش گفتم که نرو، اما با گپم نکرد. حالا چی خواهد شد؟ خداوند برش کمک کنه. زهرا جان تو کم استراحت کن. تبش کم ساختم اما فوراً باید سیرمام زرق شود. در این خانه ای را خوب ساخته نمیتونیم ملکه، باید به شفاخانه برده شود. نمیشه برده نمیتونم زینب. اگه به شفاخانه ببرم از پیشم میگیره. اجازه نمیتون بالی در یک خانه باشه زینب. زینب او دوستت تا هنوز زنگ نزده، از آزاد خبری نیست. یک بار آزاد زنگ میزد میفهمیدم که کجا برم پیش کی برم، اما چی خواد کده؟ ملکه شاید آزاد هیچ. زینب آزاد میایه، به ما باور داشته باشو میایه. ایره با زنجیر بسته کنین. او دختر چی گناه داره؟ او هیچ گناهی نداره. هاوین کاملا بیگناه است. تمام گناه از راشد ظالم است. اخ مادر دست نزنین دور باشین. سپری میشه بچیم، خوب میشی بخیر. به خاطر که جان شما درد نمیکنه به راحتی گپ میزنین، اما یک بار از شفاخانه بیرون شوم من حق او زهرا را میتم، حتما حقش برش میتم. او شوهر خود زخمی ساخته. آی کلکینا را باز کنین، گرمی کدام مالا. من میرم که برتان آب بیارم نوجین مادر. زنده باشی دختره. چی شده خانم دکتر؟ طرف مسئله کده نمیتونی؟ البته او زن احمق دوست صمیمیت میخواست که ایورم از بین ببره. ملکه هیچ کار نکده که بشرمه. داصل تو باید بشرمی که بالای ملکه ناق تهمت کدی. میگن که از یک دست صدا بلند نمیشه زینب خانم. مردمم ناق پشت ملکه خانم تهمت نزدن. بالا یک بیگناه تهمت کدی. اما به زودی حقیقت آشکار میشه. باز میبینیم که تو چه قسم طرف مسائل خود کدی. ای طرف یا گپای دکتر راست است یا نه؟ او تهمت بالای ملکه تو بسته کدی؟ من فقط گپایی که از مردم شنیدیم برش گفتم خان صاحب. بیبی اگه دا ای کار تو دست داشته باشی، اگه ملکه به خاطر تو رسوا شده باشو، باور کن خان صاحب من هیچ خبر ندارم. کبرا جان درباره آزاد کدام خبر گرفته تانستی؟ بله گرفتم زینب، اما خبر خوشی نیست. یکی از ترکایی که کشته شده آزاد کرمانی است. چی؟ بله متاسف هستم زینب جان، زندگی سرتان باشه. درست از زنده باشی. مادر بگو دخترم. اینجا بسیار سرد است، خنک میخورم.
تب داری، نمیتونم بیشتر از این گرم نگاهت کنم. کم صبر کن، خوب میشی جان مادر. بیا. با چیز دیگه ضرورت دارین؟ ما باید به کس زنگ بزنم خواهر. براتون نوشابه آورده. همراه دوا بنوشین بیادر جان. سر میز ماندم، نوش جانتان. زنده باشه، می نوشم. خواستی فرار کنی، فکر کردی از من نجات پیدا میکنی؟ تو خودت چی فکر کردی ها؟ الان با به جهنم میرفتی پیدات میکردم، فکر کردی یک احمق هستم ها؟ بخیال من روزم تو من نشناختی ها؟ از اینجا فرار کردن نمیتونی. مامان فامیلی تو را از بین میبرم. زنک احمق، آبروی مرا میبری، زنده نمیبارمت. حالا برات نشان میدم که راشد خان کی است. آبروی مرا میبری؟ از پیش ما فرار میکنی؟ حالا برات نشان میدم کسی که آبروی راشد خانه ببره چی بلای سرش میآید. تو لیاقت من نداری، لیاقت تو فقط مرگ است. میفهمی آره؟ صبر کن. ای آدم هیچ وجدان نداره بچم. مارم همراهی و دختر خود کشت و هرگز و دختری که ملکه نام داره را دیده نمیتونه ایره برات گفته باشم. برم. بسیار جگرخون شدم، اما کاری از دست ما ساخته نیست آزاد. کمک کردن نمیتونیم. شما میگن که شاهد مرگش باشیم. از دست ما چیزی ساخته نیست. تو هم دیدی او آدم قوی و زورمند است. اگه بخوای دخترم همراه ما ببریم، قبل از تیر شدن از مرز ما را پیدا کرده و هر ما را از بین میبره. دختره که میخوایم برش برسم هاوین می بود. بازم الهش کردم میرفتم. فکر کنم بنا حق اینجا آمدیم. ما شکایت خود نمیگیرم. ما پایان میشم. علی ای کارا میکنی؟ تو چی مجبوریت داری بیادر؟ فاروق تو پایین شو. ببین علی، یا شکایت خدا پس میگیری یا با فاروق میگم تو بیادرش از بین بردی. ای که با زندان میری یا با دستای فاروق کشته میشی دیگه نمیفهمم. با این شو. یعنی عشق شما نسبت به آقا آزاد دروغ بوده؟ جواب بتین. دروغ نیست دخترم. ما او را بسیار دوست دارم و تا دم مرگ دوست خود داشتم. اما حال آزاد زنده نیست. ما باید ای را قبول کنیم. اگه خانم آقا دوران شوین شما رو هرگز نمیبخشم مادر. بعد از این مرا نخواد دیدین. زهرا
کدام مشکل است؟ نه خیر آمر صاحب نیست. زود باش علی. نباید آمر صاحب از یاد منتظر بانیم. چی گفتی؟ دوران خان همه چیزا بریم گفت. بیادر ما تو از بین بردی. اشتباهی را که علی ملکه خانم انجام دادیم جبران میکنیم. البته. خانم دکتر، مریض کمیال بیرون شد. چی مشکل داشت؟ خون ریزی داشت. معاینش انجام شده. تا فردا نتایجش معلوم میشه. چرا دی سرک آمدیم؟ قرار نبود به قصر بریم؟ دیگه از ما چی میخوایی؟ دیگه در قصر زندگی نمیکنی. یعنی چطور؟ در کجا زندگی میکنم؟ همراه فاروق به شفاخانه تداوی معتادین میری. باید از شر مواد مخدر نجات پیدا کنی. تو از حد خود مگذری. ما هیچ جای نمیرم. فاروق بیا در طرف قصر برو. برات گفتم باید تداوی شد. تو را چی؟ تو چرا در زندگی ما مداخله میکنی؟ ما هیچ جای نمیرم. با صفت خانو، با صفت بیادرت باید ای کار کنی. مجبور نساز مرا علی. ما هیچ جای نمیرم. اگر امانم کنی دوباره از اونجا فرار میکنم. جدی هستی؟ بله. طرف جنگل برو. هموطنای دوست داشتنیم، برادرای عزیزم، نام خدا قربانت شوم، قربانت شوم، قربانت شوم. خدایا چی زیبا خلق میکدی. با خدا باور دارم کتمن شاروال میشم. ایره بیبی زیبایی بگوی دارم، اندام بگوی دارم. او رقیبای ما باز بیبی این که قد دارن و دکل سرشان دو تارموی او را از این طرف به او طرف این رقمی مندازن. اما من کس هستم که شاروال میشم. از اونا بسیار فرق دارم. قویستم، مقبول هستم، جوان هستم، کاک هستم. زیاد خدای لعنتی بچه ماما. مردم تو را نمیخواین. توبه چرا نمیخواین؟ مرا چی شده؟ چرا؟ به خاطر انتخابات نظرسنجی کرده بودیم. وقت نتایج رسید در آخر رسیدیم به بسیار مشکل. فقط درای گرفته تانستیم. چی؟ تو بته؟ ای چوته امکان داره؟ ای درای کی داده؟ یکیش خو حتما من هستم، دو میشه خودت مشناسی دیگه. زهرا؟ چی شده دخترم؟ نکلی اذیتت کرد یا که آقا دوران کاری کرد که قلبت بشکنه جانم؟ زهرا جواب بده دخترم. نخیر جانم، به نظرم تقلب کردن، فریبکاری شده. فریبکاری البته دروغ میگن، کوشش میکنن مردم تحت تاثیر خود بگیرن. میفهمم اونا فهمیدن که من بهترین هستم. وقتی فهمیدن که من برنده میشم با این کارشان فکر مردم مغشوش میسازن. اما من در قصهشان نیستم. او را چی میگن؟ برهم زدن از چی است؟ مغزشویی. مغز مردمم میشوین. چرا؟ به خاطر که من برنده میشم. باید داری دیروز وقت برنامه من نشر میشد برق قطع کردن. چرا قطع کردن؟ به خاطر که طرفدارای من زیاد میشد.
چرا؟ خوب فهمیدن که برنده میشم، طرفدارای مام زیاد است، تقلب کردن، پول گرفتن. نه خیر بچه ماما، من خودم نظارت میکردم. نتایج درست است. رقیب تو است، تو کده به مراتب پیش از جانم. من از اونا چی کمی دارم بچم؟ قد دارم، نام خدا، موی دارم، دیگه چی داشته باشم؟ چی میکنی برادر؟ توبه. تا که با تداوی راضی نشی همینجا میباشی. اما من هیچ وقت قبول نخواد کردم. خوب است. پس از اینجا بیرون شدن نمیتونی. نمیشم. هر کار میتونی بکو. تلاشش کو. یک دقیقه بیادر چی میکنی؟ دور شو، اگه نه بسیار برات بد خود شو. دور شو. ببینم بدون اینا چقدر وقت زنده میمانی. زهرا؟ گریه نکو دخترم. بعد از اجازه نمیتن علی برات نزدیک شوه. حتی چیرش هم نخواد دیدی. به طفلتم ضرر نرسانه گفته، بسیار ترسیدن. به فکر اون نیستم. کاش که همون وقت مرا از بین می برد. کاش که اولین باره که در قصر حکم مرگم صادر شده بود کشته می شدم. کاش وقت پدرم مرا در دریا انداخته بود از بین می رفتم. کاش که من هیچ به دنیا نمی آمدم. پس بچه های فروشی ادامه میتم. اگه اقدام جدی نکنی نتیجهش همی است بچه کاکا. لا حول ولا بیادر، بگو چی کنم؟ یک چیز خوب بگو. چی کنم؟ خودکشی کنم؟ دار بزنم؟ کدام پیشنهاد داری؟ خوب بگو برم. اگه بگویم قار میشی، نه قد داری نه قواره، باز مشکل خودت میفهمی دیگه. نه خیر، هیچ نفهمیدم. دبیرین چی کپ از بچیم؟ چی جریان داره؟ رقیب تو مردم در اطراف خود جمع کرده و کمپاین میکنه بچه کاکا. چه قسم کمپاین میکنه؟ طرف سیل کو. چی او از مکده زیاد از بلیاز خدا؟ ها؟ بیبی دا بلندیام بالا شده اما از مکده کوتا معلوم میشه. موشم گولی سیدگی وارس، لشم شانه کده. موی باید مسلمه باشه. بیبی زیبایی شفافیت جلد مره. بیبی ما از او چی کمی دارم؟ ها چی کمی دارم؟ آی بچه کاکا، او آدم سرمایه‌دار است، سرمایه‌دار. بله. به خاطر کلوچیز تشکر میکنم. به زحمت شدین. استغفرالله. سر رایتان خوبی. بچه ما شما را تا شروع راه همراهی میکنه. بعد از اوش مربوط شما میشه. زنده باشی راشد. خواهش میکنم. اگه طرفای ما آمدی به خانه ما بیا. نرین چی میشه؟ چی میشه؟ برای اینجا تنها نمانین. توجه باشین. اگه دزگیر شدین با کسی نگوین که اینجا بودین ها. فکرتان باشه. تشویش نکنن، شما را دگیر نمیتین. پناهتان به خدا. اونا رفتن. من اینجا مانده. رفتن.
نه خیر نه خیر. تا که علی اینجا باشه از مواد مخدر نجات یافته نمیتونه و استفاده مواد ادامه میده. هرچی عاجل باید تداوی شوه. حق با توست. او کاملا دیوانه شده. با گپ و نصیحت هیچ گوش نمیته. بعد از این خوب میشه مادر، تشویش نکنین. به خاطر تداوی به دیار باقر روانش کردم. علی ما به تداوی رفت؟ شاید تا حال رسیده باشن. چرا نماندی امره بچم خداحافظی کنم؟ چرا بی خبر روانش کردی؟ خودش خواست خانم کاکا چی میکردم؟ یعنی شاید بعد از انجام او کارا جرات نکرد طرفت سایل کنه. چرا به دیار باقر؟ چرا دمی نزدیکی دک شفاخانه نبردیش؟ بررسی کردم خانم کاکا. بهترین مکان به تداوی مریضای معتاد همونجا بوده. ما هم خواستم علی را همونجا روان کنم. تمام اولادایم از پیشم رفتن. بی کس و تنها شدم. تشویش نکو مرا دروس. دوران کاملا کار درست را انجام داده. علی باید به خاطر زهرا و طفلش صحت یاب شوه. اگر نی راحت نمی بود باز حتما کدام دیوانگی میکرد. دیگه کار نمانده که انجام بده. حتی خواست قصر با آتش بکشه. او را باید از اول در یک خانه زندانی می ساختیم. نه خیر نه خیر. من قسم صبر کردن نمیتونم. فردا صبح وقت پیشش میرم. راحت از چی میخوره، چی مینوشه، کجا زندگی میکنه باید ببینم. آزاد ما خواست از دادم. علی خدا تنها نمیمانم. راستی خانم کاکا، هفته اول اجازه ملاقات نداره. یک بار هفته اول سپری شوه. وعده میتم خودم شما را میبرم. نه خیلی امکان نداره. همراه آقا دوران عروسی کردن نمیتونه. این را قبول کردن نمیتونه. زهرا میفهمم قبول کردن و فکر کردنش بسیار مشکل است. با ما مشکل است. اما ما باید به خاطر بودن همراه توی کار کنم. دیگه چاره ندارم. زهرا چشمایت روشن ببین گپ من راست بود. علی را از اینجا روان کردن. او از قصر رفته. کجا رفته؟ به دیار باقر به تداوی شدن. خدایا چی وضعیت است؟ مر از اینجا بیرون کنین. فاروق کسی صدای من مشنوه؟ قبول دارم. همراه تو عروسی میکنم. خان صاحب ما کدام اشتباه کردیم؟ بالای ما عصبانی هستی؟ نمیفهمم. از تو باید بپرسم کدام اشتباه کردی؟ نه خیر خان صاحب ما کار نکردیم. ما کار نکردیم که سبب عصبانیت و قهر تو شوه. یا که کسی برای چیزی گفته؟ بالای ما تهمت کردن؟ با زودی میفهمی.
بعد از این تا سر مرز پیاده میرین. 1 ساعت که پیاده برین به مرز میرسین. با یک موتر که از راه تیر میشه میتونین به حرفه برسین. زنده باشی بچیم. زنده باشین. پیش رویتان خوبی. اگه خواسته باشی خدا پاک ساخته وضو بگی. مرا از بین میبرن همو تو نیست. همه قوامر داشتم. خیرت است؟ صبحانه هنوز آماده نیست و تو با لب روی کشال شیشتی؟ دوران خان اجازه نمیده که لبخند بزنم. چی شده دختر؟ تمام شب در اتاق نامد. طرف مام هیچ سیل نمیکنه. مشکل تمی است؟ او مرد است. در ضمن خانم است. از خود 100 رقم کار و بار داره. تو دیگه به خاطر این گپا خود پریشان نساز. عجله کو. برو صبحانه را آماده کو. من دلیلشم میفهمم. باز پشت او استاده گرفته. اگه بگیره چی میشه؟ او زنده زندان است. پشت دروازه زندان خو نوبت نگرفته؟ ملکه. چال داری؟ چطور آزاد شدی؟ علی شکایت خود پس گرفت. شکایت خود دوباره گرفت؟ حتما زهرا قانیش ساخته. او دوران است. چی شده ملکه؟ منتظر من است. وسایل خودت جمع کرده همراه او به قصر میرم. گفتی که چی میکنی؟ حقت حلال کن. حلال باشه.
ما به صفت همراغ پیشت آمدم اما تو برای مثل خواهر بودی. عجله کن عجله کن. با شما اشتهای خوب میخوایم. کجا میری زمرا در روز؟ یک لقمام نخوردی. از گلویم تیر نمیشه. وقتی در مورد علی و آزاد فکر میکنم یک لقمام از اینجا پایین نمیره. براتون یه خبر بد دارم مادر جان. خیرت از چی شده؟ استاد ملکه را آزاد ساختن. با 3 روز زندانی شدن جزایش ختم شد. چطور آزادش کردن؟ جواب تمام سوالات چند دقیقه بعد خود گرفتین. این کار چی من امیتا ملکه؟ این ظلمه ده حق خود انجام ندی. تو دیوانه شدی چی میکنی؟ زینب دیگه چاره ندارم. به خاطر بودن در کنار زهرا دیگه کار انجام دادن نمیتونم. بلیاز خدایی کار نکن. یک راه دیگه برش پیدا میکنیم. با کمک هم دیگه یک کار میکنیم ملکه. زینب نمیشه. به خاطر بیرون کردن زهرا از قصر هر کار را انجام دادم. چی کنم؟ نمیشه. موفق نشدم. اگه او از اونجا بیرون کردن نتانم من خودم پیشش میرم. تو از مبارزه کردن با تمام خرافات و رسم و رواج و ناحق منصرف میشی ملکه؟ با خواست خود قبول میکنی که زهرا دخترت به صفت عروس و کوچک در قصر زندگی کنه؟ زینب مبارزه ما تازه شروع میشه. من فقط به خاطر بودن در کنار زهرا به او قصر میرم. بالاخره یک روزی میرسه که دست زهرا را گرفته از او قصر بیرون میشیم. به خاطر دادن زندگی که لایقش است دیگه کار کردن نمیتونم. من در قصه خودم و در قصه زندگیم نیستم. یگانه کسی که مهم است زهرا است. ما آماده هستم هر کار را به خاطر دخترم انجام بدم. هر کار را. حالا چی خواد کردیم؟ بچه ماما به خاطر که پریشانی دور شوه، به خاطر که تبدیل هوا شوه تو را گرفته به اینجا آوردم بیبی. چرا تا هنوزم جگرخون هستی؟ ای کار ما چی خواد شد؟ چی کنیم که از رقیبای ما پیش شویم؟ ای وضعیت ما رو بیبی بچیم. تو بچه مامای مستی خونه تو درگاه خانواده ما وجود داره. صدقه چه دیگه چی گپ است؟ البته که جریان داره. به خون خونه استم. خدا را شکر اگه انسان خوبم نباشی بازم خونت کثیف نیست. بیبی حال وقت کوشش است. وقت سر پای ایستاد شدن است. نباید تسلیم شویم. باید بیشتر تلاش کنیم تا به هدف خود برسیم. وقت ما بسیار کم است. به خاطر شاروال شدن باید هر کار کنیم. میخوایی که من چی کنم؟ تا وقتی که خون در رگایم جریان داره نقشه های تازه برات میتون بچه کاکا. من اجازه نمیتون که تو در این انتخابات بازنده شوی. اول چای تا بنوش. یک دفعه راحت شو. گارسون ایلوده کجا رفت؟ چطور میتونن او زن آزاد کنن؟ چطور؟ او حتما کدام نقشه داشته؟ بد اخلاق. از شر او زن نجات نیافتیم. نمیفهمم که چه قسم بلاست. نوجین مادر، دوران خان مبل فرنیچر روان کردن. موتر رسید. با کدام مناسبت؟ تو خبر داشتی عروس؟ نه خیر، به من هیچ چیز نگفته. نه چی بگم؟ راننده منتظر است. صبر کن من میرم. بیا که بریم.
این فرنیچرها به خاطر چی است؟ دوران خان به خاطر اتاق خواب روان کردن پرده او به سرام داره. بیبی دخترم، هنوزم از دوران خوش نیستی. تمام وسایل اتاق خواب تازه خریده. از پرده گرفته تا قالین همه چیز تبدیل کرده دخترم. راستش خان صاحب مرا بسیار متعجب ساخت. خانم زینب، درباره مریضی که دیروز پرسیده بودین. بله. در همه مریض تومور وجود داره. گفتی تومور؟ باید هرچی عاجل عملیات شوه. فقط در جریان عملیات گفته میتونیم که تومور ضرر داره یا نداره. خب چه وقت عملیاتش میکنن دکتر صاحب؟ موضوعی اصلی همی است. مریض نمیخواد عملیات شوه. امروز برش زنگ زدیم، وضعیت برش خبر دادیم، اما از آمدن به اینجا منصرف میشه. میبخشین میتونم دوسیه‌ش ببینم؟ البته. راستش بچه کاکا، میفهمی که ما تو را چرا اینجا آوردیم؟ چرا؟ تو باید همراهی چند نفر ملاقات کنی. همراهی کی احمق؟ ما یک تحقیقات انجام دادیم در این منطقه. بعضی رای دهنده های بیوه و خانم های مسن هستند که ما رفته بودم همراهشان قبلا ملاقات کرده بودم و به تلاش های بی پایان تانستم که چند تایشان راضی بسازم تا همراهتان به چای خوردن راضی شوند. اولوده تو چی کردی؟ میخوایی که راشد کارا را به نام بد اخلاق مشهور بسازی؟ ها؟ بله مشهور میسازم، اما به صفت شاروال با استعداد هارمانلی مشهور میسازم. بالای ما باور داشته باش بچه ماما. بیبی مردم به یک مرد مجرد و بیزن زیاد رأی نمیتن تا که خانم نداشته باشن. ازدواج کردن شرط است دیگر. راهی وجود نداره که پیروزی رقابت شوی بچه ماما. بیبی یک دانش آمده، برو دیگه. الا عجله کو. بچیم تو چی میگی؟ او زن مرا در 2 روز از بین میبره. لطفاً قسم نگو بچه ماما. این زن با این وزن خود مردم از زیر تاثیر خود میاره و ایرون فراموش نکو که پشت هر مرد موفق یک زن موفق و خوش‌اندام وجود داره بچه ماما جان. صدقه شوم. نمیشه بچه. حالا بخیز برو دیگه. و خود تو را نمیخوره، بخیز. بیادر قسم میخورم که راست میگم، من پاک هستم، به من باور کن. بیادر تو مثل راشد نیستی، لطفا سر من رحم کن. بخیز. خانه داری؟ بله یک خانه کوچک دارم. منظورت از کوچک یعنی که بسیار کوچک است؟ خودم به راحتی جای میشم. حتما منظورت از ماست. به هر صورت موتر داری؟ بله یک موترم دارم. ماش خود داری؟ بیمه سی و تضمین دولت داری؟ او چیزها را ندارم. چی نداری؟ یعنی چی؟ تو خیلی چیز نداری؟ وقت ماشو بیمه نداری چرا پشت من را گرفتی ها؟ من چی گفتم روی تانیسی کنم ها؟ اول خانه رو پر ارزان که باز فکر زن کو. من که میبینم تو خمارغوار لچستی هیچ چیز نداری، در جیبت یک لیرام نیست. این قسم زندگی ما پیش نمیره. اخ با توست، این قسم زندگی پیش نمیره. اخ با جان بستی. همراه تو اصلا پیش نمیره. برو خواهر برایت دامه بده. چی گفتی؟ تو دیوانه چی گفته میری؟ نه خیر، ما دیوانه نیستم، شما دیوانه هستین. اصلا شما هم دیوانه نیستین. کسی که شما رو در مقابل ما آورده او دیوانه است. شکم بو یک ذره دگاه میخوردی. تبریک باشه خانم بیادر. در دستایتان برکت. فاطمه بفرمایین. داخل الماری را خوب پاک و لباسای خود آویزان میکنم. عجله کن. عجله کن.
بچیم واقعا ملکه را آزاد ساختن؟ متاسفانه مادر جان. بعد از زخمی ساختن علی چطور میتونن آزادش کنن؟ قصد جان علی مکده بود؟ اگر لیم از بین میرفت؟ ای قسم میگی اما علی رفته شکایت خود پاس گرفته. چی؟ بله. نه خیر، علی می کار نمیکنه. ده ای کار حتما کسی دیگه دست داره. زمرد حق به جانب است. علی چرا این کار انجام بده؟ دوران وعده را که برام دادی فراموش نکن. علی دیگه در قصر زندگی نمیکنه. من نمیخوایم همراه زهرا در یک خانه زندگی کنه. درست است. هر قسمی که تو بخوای. خوب است که تو همراه ما هستی. وقتی تو همراه ما باشی خود راحت حس میکنی. راستش اگه به یه احساس عادت کنین خوب میشه. به خاطر که بعد از یه همیشه در کنارتان خود زانو بزن. زانو بزن. بیادر، وقتم از بین رفتم به مامایم بگو که من پاک هستم. سر او را خم نساختیم. شکر. تو اینجا چی میکنی ها؟ میخوایم امرایت گپ بزنم. بیبی ای دختر بد اخلاق نیست. اجازه بده که بره. نزدیک نشو. شکر تو کسی نیستی که یک بیگناه را از بین ببری. اجازه بده که بره. ناق به زحمت شدی. ای از بین میره. تا حالا باید شکر زنگ میزد. پدر ها؟ با شکر زنگ زدم، جواب نداد. راست میگی؟ پس خود ما یک بار باید پیشش بریم. بیا که بریم. تو خوب هستی؟ قبل از خبر شدن راشد باید از اینجا بریم. به خاطر ما آمده بودین؟ به خاطر من؟ بریم دخترم بریم. حالا دیگه ای قسم انوار نمیشه بیکاره. به ما بان. زن احمق بیرون شو از اتاق.
اسم آماده شوه که همه چیز مناسب مو خان باشه. یک قدم دگاه نمان آزاد. با خبر این کار دیگه ختم شد. هیچ رسم و رواج مادر را از طفلش جدا ساخته نمیتونه. فکر میکنم گپ من نفهمیدی. زهرا دگده ای قصر می باشه. Kalbimi dağlayan yakan ateştin yar yar. Alevdim yangındım of söndürdün beni. ملکه ما یک کار را به خاطر کدام هدف نه، به خاطر که قلب میخوای انجام میدم. میفهمم زنده باشی، اما ای که حالا به دخترم رسیدم هیچ چیزی برام مهم نیست. در پیشونی چشمم بوده اما دیده نتونستم. با چشمای دیده دختر خودم میپالیدم. یک بار تو به دوران زنگ بزن، شاید او بفهمه که چرا علی کار کرده. درست است مادر. چی شده دوران؟ باز این زن بیعقل اینجا چی میکنه؟ بعد از این ملکه دامی قصر همراه ما زندگی میکنه. تو متوجه هستی که چی میگی؟ جواب بده بچه. یک بار ملکه را به اتاقش ببرم باز گپ میزنه مادر. با کدام اتاق؟ میخوای چی کنی؟ تو دیوانه شدی بچم؟ دیوانه نشده مادر، عقلم سر جایش است. قدیم ای زنه از خانه بیرون کو. مادر ای کارو نکنه. ترا چی؟ مادر
با ملکه دست نزنین. تو هنوز با کدام روی اینجا آمدی؟ گم شو از این خانم. مادر! چی میگی دوران چی؟ ملکه خانم ما میشه.